با نام خدای مهربان. سلام، نور، برکت، عشق و زیبایی در خاندانتان. امیدوار هستم همگی خوب و صحت و سالم و بردم هستید. توجیکان و مرزبندی سال 1924 جنبه‌های عملی موضوع. این کتاب با مناسبت 100مین سالگرد تأسیسیابی توجیکستان امروزه از جانب دکتر علم تاریخ دولت نظری نوشته شده است و در این کتاب بحث درباره نقش لنین، استالین، کویبش، برایدو برای تأسیس توجیکستان امروزه و عموما تقسیم آسیای مرکزی چگونه صورت گرفته است و همزمان نقش خودی توجیکان، آن همه جلسه ها، صحبت ها، پرسش ها و خیانت هایی که در این بخش صورت گرفته است و چرا توجیکستان از یک برای توجیکان از یک منطقه خیلی بزرگی اجدادی که اونجا زبان و فرهنگ و تاریخشون حاکم بوده است همین مقدار رسیده است. دولت نظری با تکیه به اسناد با دلیل در این کتاب آورده است و این کتاب البته از دو بخش عبارت است. بخش اولش یعنی 100 صفحه اولش با زبان توجیکی موضوع بندی شده است و اون موضوع ها رو مؤلف تکیه با دلیل ها و اسنادی که دسترس شده است و در بایگانی ها دیده است نوشته است و باقی مانده همان اسنادها، حجت‌ها، پروتکل‌های پرسش، دپرس‌ها و همچنین بعضی مقاله‌هایی که در همان زمان نشر شده است نسخه برداری کرده است از بایگانی‌ها در این کتاب جمع‌آوری کرده است و همه اون حجت‌هایی که در اینجا آورده شده است با زبان روسیه یعنی با زبان اصل از بایگانی‌ها نسخه برداری شده است. شما این کتاب برای محققان، دانشمندان و حتی عامه وسیع خوانندگان می‌تواند یک کتاب خوبی خوندنی باشد تا آگاهی پیدا کنیم که در سال 1924 چی سرنوشتی برای ملت آمد و عامل‌ها کدام بودند، سبب چی بود که ما در یک منطقه کوهی و با این حدود صاحب دولت شدیم. البته نظرات در این بخش هنوز مختلف است. کتاب‌های زیاد در پیشتر نشر شدند و شاید بعداً هم کتاب‌های دیگر نشر می‌شوند و علم، دانش، تاریخ همین است که دائم در حال یک حرکت است، تکاپو است، اندیشه های گوناگون و اندیشه مختلف هستند. از این خاطر من دو چیز رو میخوام از این برنامه برای شما بگویم. یکی این که وقتی ما یک کتابی رو معرفی میکنیم، یک مهمان رو در برنامه دعوت میکنیم، این به آن معنی نیست که این نظر شخصی ما یا موقع شخصی خودی من باشد. من این کتاب ها رو پیشنهاد میکنم، توصیه میدم شما بخورید، نظر خودتون رو داشته باشید، اندیشه خودتون رو داشته باشید. شاید شما برای بعضی نوشته ها با اسناد، دلیل و کتابایی که قبلا خونده اید راضی نیستید یا اون قدر مطالعه شما وسیع است که شما نمیتونید حرفی یک نفر دیگر رو، یک استاد رو، یک دانشمند رو که میگوید قبول داشته باشید. البته با رعایت آداب، با رعایت اخلاق میتونیم سر این موضوع بحث کنیم. از این خاطر بسیاری از دوستان، استادان و دانشمندان گوناگون وقتی که یک نفر در این منبر صحبت میکند یا حرفی میگوید یا کتابی معرفی میشود، ایرادها و ما وارد میشوند یا بحث ها صورت میگیرد، مکتوب زیاد میگیریم و باید همین قدر بدونید که این بعد در بیشتری حالت ها این موقع ما نیست. این گوناگون اندیشی است، یک توازن است و در جامعه سالم، در یک جامعه ای که از آینده او اگر ما امید داشته باشیم باید گوناگون اندیشی باشد، باید نظرهای گوناگون و مختلف باشد و همین گونه کتاب‌های گوناگون هستند که برداشت‌ها از خواندن و مطالعه آنها گوناگون است و نمیتوانیم به یک اندیشه پایفشاری کنیم. ولی این گونه کتاب‌های تاریخی میتوانند جالبیتشون اون باشد اونها با زبان اسناد، با زبان فکت و با زبان دلیل حرف میزنند. از این خاطر از این برنامه پیشنهاد میکنیم که توجیکان و مرزبندی سال 1924 جنبه‌های عملی موضوع نوشته دولت نظری، بار دیگر تکرار میکنم، دکتر علم تاریخ رو بخونید. البته این کتاب با تعداد همگی 100 نسخه نشر شده است. گرچه ما بسیار کتاب میگوییم، بسیار دعواهای زیاد داریم، آزمون‌های زیاد داریم، ولی تعداد کتابایی که در ما نشر میشوند 150 200 و 300 هستند. من فکر میکنم این کافی نیست. البته ما از خود مؤلف خواهش میکنیم که نسخه الکترونی این کتاب رو در همون زیر شرح بمونند یا با ما ارسال کنند، ما زیر شرح بمونیم تا جامعه از این کتاب آگاه شود، بخواند یا نفر پیدا بشود خودی مؤلف است و کسان دیگر هستند این کتاب رو نشر بکنند و دسترسی خواننده بشود. زیرا من دیدم این کتاب الکی در فروشگاه ها نیست و امید داریم که این کتاب در فروشگاه پیدا میشه. حتما ما کوشش میکنیم که نسخه الکترونیک این کتاب رو در همین برنامه کتابخوان نشر بکنیم و خواننده عزیز ما به آن دسترسی پیدا کنند. و موضوع دیگری که به آن میخوام اشاره کنم در همین موضوعهای تاریخی، بسیار دیدگاه‌های مختلف دارند. تاریخ رو از نگاه سیاسی می‌بینن، از نگاه گذشته می‌بینن، از نگاه آینده می‌بینن و بحث‌ها مختلف است. ولی به اندیشه من، این اندیشه من است، تاریخ پیش از همه عبرت است. تاریخ پیش از همه درس است. اگر ما از تاریخ عبرت نگیریم، اگر ما از تاریخ پند نگیریم، همه گونه افتخار، همه گونه منمنی‌ها،
همه گونه اینه که ما این بودیم و آن بودیم هیچ معنای پیدا نمیکند. تنها و تنها تاریخ و علم تاریخ آن وقت برای ما مفید خواهد بود، آن وقت برای ما کار خواهد آمد، آن وقت ما رو تغییر خواهد داد، آن وقت ما رو هوشیار و بیدار کردیم. ما از تاریخ تنها و تنها پند بگیریم، عبرت بگیریم، خطاها رو تکرار نکنیم. اگر جای پیشرفت داشتیم اون پیشرفت رو بیاموزیم، اگر جای ضعف داشتن گذشته های ما بگوییم که آنجا ضعف بود، اگر یک جایی که نافهما باشد کوشش کنیم که آنجا رو بفهمیم. ولی در مجموع تاریخ تنها و تنها برای پند گرفتن است، تنها و تنها عبرت است، تنها و تنها درسی است که ما هوشیار باشیم، آگاه باشیم و بیدار باشیم. موقع ما، نظر ما این است که از برداشتن این گونه موضوع، از تحلیل این گونه موضوع، از گفتن این موضوع تنها و تنها درس بگیریم و در آینده باز برای شما کتاب‌های جالب و خواندن دیگر را معرفی خواهیم کرد. خدا یار و یاورتان.